تا اون روزی که این ویدیوهاست تاریخ نشون میده، تا اون روزی که جان در تن دارم برای ملتم خدمت میکنم. گوش کن. چرا 4 میلیون تاجیک در بدر کرد به وطن بر نمیگردوند؟ چرا؟ کدام ملت در بدر کرد؟ کی رفته که؟ تو یا احمق هستی؟ گوش کن، یا تاجیکی را نمیفهمی. در روسیه چند میلیون تاجیک؟ در روسیه چند میلیون تاجیک؟ تاجیک گوش کن مرا. زیاده میگون از 1 میلیون دو فلان فلان، همه 800 900 هزار 1 میلیون تاجیک باشد، همش رفته خونه‌اش اومده است، شهروندی روسیه گرفتگی. اینا میره سوداش میکنه. این قریب 100 نفر زیاده کش تباری من در روسیه هستن. یگون که اینا جلب دارد صاحب کارو کرده اومده خونه ناز در تاجیکستان زندگی ناز همشلوقه من زیاده 1000 نفر در اونجا زنشو کردگی فرزنداش نوکه یگون همون آدم اومده که دعوا کرده باشه در اونجا بود که تاجیکستان خیلی دولت بیگناه چی به شما لعنتی ریش هم میمونی، سلفگی میکنی، افراطگرایی میکنی. کنش نباید قانون دولت روسیه است. مهاجر که قانون در ما ویران کرد ما هم دیپارتاسیش میکنیم. شما افغانای بیهوده دیپارتاسیا کردن، بیهوده افغانای بیچاره. فهمیدی؟ گوش کن. این رحمانوف زنی پوتین است، به همین خاطر ملتش پشتیبانی نمیکنه. 5 میلیارد دلار تاجیکا روان کردن. گوش کن مرا، 5 میلیارد دلار تاجیکا روان کردن، پولی مهاجر میخورد. مردی مهاجر با همدردی نمیکنه. نفهمیدم. کی پول روان کرده؟ فقط رقمش کی روان کرده؟ نه همین تو بار دیگر تکرار میکنم، در همون چشمان رحمان و یگان چیز ریزونده گست نمیبینی، رسانه های تو نمیخونی، یا تو فقط همین کسی برزید رحمان و گوزنه هوای میبینی. نه برادر مرا گوش کی؟ همین تو گفتی که 5 میلیارد دلار کی روان کرد؟ مهاجرا روان کردن. تو میگه 800,000 2 میلیون تاجیک در روسیه است، 1 میلیون در قزاقستان، 1 میلیون در اروپا. رحمانوف 100,000 تاجیک برگردان در افغانستان. چرا 4 میلیون بر نمیگردن؟ برای چی؟ نه فهمیدم. گوش کن. 4 میلیون گوش کن. 4 میلیون گوش کن. اینجا قانونگذاره. گوش کن. تو نکتوی حقوق گبزه نداری. اینجا ما پارلمان داریم. اونجا دیپوتات وای پارلمنتی کیسگی کو بر فلانی رحمانوف بزن. فهمیدی؟ در کنی رحمانوف بزن و پارلمنتی ساخته. خب گوش کن مرا. چی باید دانشمندای بوده پسی پنجره کرد به خاطری یک فرزند نرکملش؟ چرا تمام دانشمندای پسی پنجره برد؟ شاکر جان حکیموف چرا پسی پنجره برد؟ کی کدام دانش کی رفته پس پنجره؟ شاکر جان حکیموف برای چی پسی پنجره برد؟ شاکر جان حکیموف گوش کن مرا ده کنستیتوسیا جمهوری اسلامی مادهش فراموش کرده و مادهش میبرم میپرتم. سنزور تحقیق و تحقیر دولت من است. ممکن است در تاجیکستان ایران سال 1994 قبول کرده. قبول گپ اگر راست باشه قبول. گوش کن مرا. چرا رحمانوف تنظیم جاری کرد و میگه اسرافکاری نکنین مردم، خودش میگه در روی اون قدر میوه میگردد و فردا موس رو برده میپرتاید؟ چرا؟ کجا موسه؟ کجا برده؟ گوش کن مرا. کنی همون قدر میوه کنی. چرا مردمش به تقسیم نکرد؟ این حرامزادی خر تجاوز کن. حالا یک دقیقه خر شما گفت گوش کردم. من سوال دارم، من سوال جامعیتی ام. تنظیم یکی از جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم اولنه جشن مراسم ها در جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد. این یکی از سبب اساسی که اقتصاد رشد و فعالیت مردم به پیش رود. چرا رحمانوف این را رعایت نمیکند؟ رحمانوف رعایت میکند. در کجا دیدی که هیچ وقت گپ بی اساس میزنی؟ چی وقت گپ بی اساس میزنی؟ ای برادر همه خدا نمیترسی. رحمانوف اونقدر میوه و اونقدر کدوی و اونقدر کارتوشکای براور رکلام کرد. گرومد اونقدر در روش چرخ زد. چی معنی دارد؟ وای پیشروی 35 ساله است. افغانا در 3 سال ماشین استحصال کردن. شما فقط انا رو کدو جمع کرده هستین. شما بی ناموس و بی شرف ها. با میبرد امروز خودش رو تاجیک میگیرد. گوش کن مرا گوش کن. من 30 سال غلامی در بدری حساب نمیکنم. چرا در
سال 2025 600 تا تابوت روان کردن. رحمانوف تو تاجیک باشد همدردی نکرد مردم باشد. چرا؟ من جواب ده. کنی یک نوار پیدا کن من پگه تسلیم نشم توف درت گو. یک نواری رحمانوف پیدا کن یک تاجیک همدردی کرده باشد من به تاجیکستان برمیگردم. اگر که گوش کنه هر یک مرده با پرزیدنت وظیفه‌دار نیست، حکومت وظیفه‌دار نیست. چرا دیگه پرزیدنت ها میکنن؟ چرا دیگه پرزیدنت ها میکنن؟ پس این پرخوک برای ما چی در کار؟ خیلی پرخوک. تو ای بچه تو حقوق مادی معنوی گپا زدن. گوش کن رحمانوف برای من یک سگ است یک خر است. فهمو؟ برای من وای نه تاجیک است نه چی. فهمیدی؟ لطه ازبکی تو برای همه گوش کن با وجدانت قسم خور. تو گوش کن تو مسلمان هستی؟ الحمدلله من 5 وقت نماز میخونم. 5 وقت نماز میخونی. همه ایمان دای کفر. همه ترا اگر که سپانسیلی و نکنن، اگر که ترا از جانب منبع‌های خارجی دستگیری نکنن، اگر ترا در تاجیکستان دولت دستگیری نکنه در اون تو پروستو منفعت داری از دولت خارجی تو سپیشال فینانسی رو میکنن که تو با نسبت دولت و حکومت کمبودی گپ زدی. ببخشید ما 30 سال امریکا گوش کن مرا زنداری زن سه طلاق قسم خور که تو پول میگیری دیگر دولت با مرحمت منم قسم میخورم. نه من یکمش که حقوق تو خط گپ زدن ندارم پروسو علامم کرد من نسبت در من گپ زدم پروسو چی علامت کرد؟ من ویدیویی که نشر کردم رحمانوف گوش کن مرا گوش کن من ویدیویی که نشر کردم رحمانوف تمام تلای تمام نقره تمام کانال‌های تاجیکستان را گرفتگی است. گوش کن تمام کانال را گرفتگی است. رفت در نزد خانه مردم ترک کند همون تلایی که به صاحب میکواد خانه مردک ولنگار شد. چی ترک کن او چیه که در چی سایت پرتافته او همش فیکه. چی فیکه؟ چی فیکه سبحان الله؟ چی؟ گوش کن همین رحمانوف تو زنت سوار نشود حساب نیست؟ نه او چیو برادر عزیز یگون دولت و ملت جناب ولی میگو بر ضرر منفعت خلقش کار نمیکند. یگون ملت و دولت در کارش دولت برای کندن چه فایده نو در کارش اینا مردمش میکشد در کارش خلقش میکشد و سوداکار میگیره خیتوی و به قبر بالا با خیتوی ما دگوار داریم خیتوی کارش میکنه پول دولتش میگه ما در خیتوی خدمت میکنیم. چرا هزاران خیتوی آمده در تاجیکستان کار میکنه پرخوک رحمانوف با جای کار مردمش تامین نمیکنه؟ برای چی؟ او وظیفه دولتیه. گوش کن او چی دولتیه که میاد کارش میکنه در ما راه میسازه. شما فلانی کی را دست میزنین؟ خیتوی رهزاده شما فلانی کی را دست میزنین؟ همین وقت ساعت شب حاضرم تاجیکو 35 سال شد کدام وقت ساعت کی شما بیدار میشویتون کی خدمت میکنیتون ملت با کی لعنت تو یک بار چشم تکشو بین من چشمم کشودوسم پرخوک رحمانوف برده است در مابین صورت رودکی و صورت لایق شیرالی عکسش زده است. امروز زادگاه ابو عبدالله رودکی استاد ابو عبدالله رودکی مردمی 5 روز پول جمع کرده اسفالت کردن. این کجا قهرمان است؟ این خر تجاوز کن. گوش کن گپ مرا گوش کن پرشو یک شیده ما گوش کن زادگاه ما هست گوش کن مرا ما برای این از جانب حکومت نقشه چارمه کسی که میکنه اینا ما مردم جمع شدیم برای زادگاه اختتام برای نسل نوراز که در آینده سال علم و معرفت دیگه بالا بهتر اینا حکومت هم دستگیری کرد. آدمایی که امکانیت داشتن خیلی سخا کردن گرفتن صدیق کردن مثال در همه کشور ما صدیق کردن مردم سوم جمع کردن مثال حساب آزادانه برای دیارشون حکومت ناحیه هم حکومت جمهوری هم اینا ما مبلغ صدیق کردیم بچه من برات یک تعلیم تربیت گیره گنده من 100 سوم دادم یک آدم 1000 سوم یک آدم 500 سوم عدلی خودش چی کاری خطاش بوده ما 100 سوم دادیم ما 1000 سوم دادیم در خونه و افصل کردیم. پس چرا وقت از آنه که مردم اعلام کرد که هم جای منفرش کنیتون چرا نگفت که نلاق نسپاریتون؟
برای چی نالوگ؟ نالوگش کن. نالوگ دولت قانون دولت است. نالوگ علی آدم میشه. او چی با مردک اسفل میکرده است پول جمع کرده بسد عذاب و مشقت باز برای چی برای کی پول میداده است راه همه اسفل کنم چرا با پرخوک رحمانوف با من اسفل با پول خراشو کدام آدم افسل کرده نالوگ دولت سپرده تو همیشه بگو نفهمیدم باید دولت اسفالت کند مردم ماشیناشون رانن نالوگ دهند نه اینکه مردم اسفالت کنند با هم نالوگ دهند این در یگان جا نوشتگی نیست نه کی کرده تو همین بگو کی کرده همین چی را تمام جای مردم خودشون اسفالت کردند رحمانوف هیچ کار نکرده است نامعقول کرده تمام جا مردم نکرده نه این گپ خطا او همه ما میگیم شما باز من روزش بش چند روز پس من با خطید ویدیو خطیگه میزنم فکت و رقم خطیگه میزنم مردم شریفی تاجیک در کامنتار نویسه تو همه راست میگه دروغ اینجا پخش مستقیم رفت است صحبت کردیم برابر پخش مستقیم را چیز میره و نمیره گپ ما را گوش کن گپای شما میگه گپای افلاسی گپای پلیدیت گپی ما گپ افلاسی نیست ما هدف ما دست رحمانوف در درون ازار مادر و خواهر تاجیک برآوردن است دیگه یگان هدف نداریم ما با یراق و اسلحه پرخوک رحمانوف یک باره میکنیم هدف ما همین است 4 میلیون تاجیک رو در بدل و خاک بسر کرده است مادر و خواهری اونها در گردش برآورده کنجنبانی و رقص و بازی دارد ما این پرخوک سرنگون میسازیم این حرامزاده بر ضد سطر الله برآمد از سر مادر و خواهر تاجیک صورت سطر مردم کنده گرفت ما این را کوز میمونیم مطمئن باش گوش کن مرا سطر نو محمد کنتره گوش کن سطر میگوی حجاب میگوی گوش کن مرا سطر و حجاب مال کجا هست همین سطر بگو مال کجا هست سطر این فرض الله هست فهمو فهمیدم یوبکی آزاده مال کیست یوبکی آزاده لنگاش نمایان لنگاش به 1001 خطایی حوثش میرود کی این مال کیست مال کیست لنگای دختر رحمانوف لوچ گپا گوش کن سوالی من به جواب ده لنگای دختر رحمانوف لوچ کی نه گوش کن گپا همون لوچی همون هم سطرای شما همون سطرایی که سال 90 مردم از زنای مردم ها زنا کردن زنای مردم ها بردن هم خیلی کار کردن زنی مردم ها هیچ سال 90 دروغ نگو از الله بیتر سال 90 من کو 7 ساله بودم گپا گوش کن گپا پروردگار ایمان داره جناب علی یک مفهوم گفت که من اول خدا با شکر میکنم اول تاجیکم بعد مسلمانم گوش کن گپا ما اول الحمدلله مسلمانیم بعد تاجیکیم فهمو گوش کن مسلمانی گوش کن شما گوش کن تو چند سال در پنجکین زندگی کردی من تا سال 2015 در پنجکین بودم خراشو همین بابای بیبی کلان چخلی رومال چخلی چی میبستن آن همون رومالایی که محکم بودن چخلی که مادر و خواهرای قپیده رحمان و اثراشون بود تو آنم خیلی بود همین گوش کن خراشو آنمو گوش کن چی با شما تفسیر نمیده که گذشتگان بابای بیبی کلان ما یک رومال چی هم میبستن نه پیش برش میتوف نه یک جای دیگهش چی در کار ما مال عرب بیاریم سطر بندیم پول عرب گرفته استفاده بردوسی کو 5 میلیارد دلار با 5 میلیون دلار میتاد پگی فردا ای کجا 5 میلیارد چیز استفاده بده چرخوک رحمانو گدایی داشت همین روز نشر شد تو کو عاقل با برای تو عاقل اسب رحمانو برو وقتی من صحبت کن فهمیدی 5 میلیون دلار باز گداگی کرد عربا برای راغونی پدنالته که در طول 35 سال مردمش در تابستان و زمستان برق نداد گوش کن راغون گپ مرا ما گپ گوش گفتی گفت مرا گوش کن راغون آینده درخشان تاجیک است تا رحمانوف حرامزاده کفن نشود تاجیکستان وطن نشود این را فراموش نکن تا این پرخوک ما کو به ضرر نگردونیم کوزش نمونیم با اولاد دزد و غارتگر و خایلسانش به مثل تو تاجیکستان والله بالله تالله وطن نشود فهمیدی سال 2025 حاضر 2025 کی برق میشود پورا کی برق میشود من بجاوب ده ان شاء الله برق ما 2 سال اخیر ده ان شاء الله برق تمام تاجیکستان فراهم میشه 2027 درست 2027 پورا برق میشود یک سوال تو را چی با گوش کن گوش کن همین تغییریابی یک اقلیم میگه شما سوال عقل ندارید تو یک توپوی برینگا میزنی چی با در ایران یک ایران دیگه دولت‌های اروپا تو
چیه آب خشک شده است، سطح انمی اقیانوس و سطح منم چی زمین کم شده است. ما ایران با کار نداریم، ما را آب گرفته برفتاز، مردم آب نوشاکی ندارن، ما را آب گرفته برفتاز. در تاجیکستان انشاءالله آب پرابلم نیست. بعد پس چرا مردم خونش با آب ندارد، برق ندارد؟ چرا؟ آب ندارد، کجا آب ندارد؟ کدام تو گوش کن، هوای گپ نزن، کجا آب ندارد؟ فاکتور رقم خط گپ زن. پایتخت تاجیکستان شرمنده رحمانو با ریزینگ ازاری عزیز ما خودش به دار آویزد. در پایتخت برق نیست. فلسفه نخون، مرا گوش کن، کجا آب ندارد؟ سوال تو. ازتون خواهش میکنم کسی در دوشنبه زندگی میکنه کامنتر بنویسین برق آب دارتون یا نیست؟ کجا آب ندارد؟ گوش کن، همه را کم میکنی، همه را من مردم با اینجا مراجعه کردم، مردم باید نویسم من بازی. شهر دوشنبه با نمی رستم امامعلی انشاءالله رنگ دوبایش لگه ما افتخار میکنیم. وای انا همون 4 دومه که رستم ساخته از رنگ دوبایش لگه 200 متر اون طرف را بو میگیری، فهمو؟ یگونجا بو نمیگیری، همه جای شب تحت کنترل است، همه جای شب ساعت شب همه شب شرایط تامین کرده گن. این گپا شما پلیدی پروسو مردم در پایتخت تاجیکستان برق آب نیست، مردم پرتافته قشلاق‌ها رفته زنده کردن. برادر چطور بد نیست؟ تو فقط گوش کن مرا، تو فقط بیار جدا برق خیلی روزا کمبودی میشد، یک شهر کلونای یک تریتوری یک ترانسفورماتور پرابلم میکنن، یا لینیا شامل بشه کنده میشد. 35 سال بازار ترانسفورماتورهای شما فقط پرابلم داره. 35 سال شد. برادر عزیز در دوشنبه در یگون منطقه تو ما از برق کمبودی نداریم. یک چیز فراموش نکن، من با سگ‌های رحمانوف و طرفدارای رحمانوف برادر نیستم، من اینو فراموش نکن. چی به همین به فاکتور رقم گپای هوا مردم ما با می نویسن ویدیو روی میکنن حاضر میفرستونم تا بعد پخش مستقیم. مردم برق ندارن، مردم آب ندارن در پایتخت. یگون چی نداره، ما همه چی داریم، نامخور کردیم. همون کدوم آدمایی که قطع خدمت پیوست بشه، همون آدمایی که همین لعنتی افلاس حرامای همین در دلش کینه عداوت. یعنی کسی در پایتخت تاجیکستان برق و آب نداشته باشد وای دلش به کینه دارد برای شما. مردم گوش کن، همین حساب کرده عبرت مردم از افغانستان بگیرید. من حالت افغانستان، همین حالت افغانستان ما خدا باشو پیشوای معظم ملت داریم. 30 سال استقلالیت همین گوهره که چشم بریم. ما سربازای جنوب ما در بر پیشوای معظم. شما سربازای زمین فروش و کل فروش هستید. فهمو؟ مردم گوش کن مرا. در طول 35 سال حتی یک دندان کوک نبرود. طالبا در 3 سال گوش کن مرا، طالبا در 3 سال ماشین وای کردن برآوردن زوادشون. طالب یک اکستریمیست تروریست. طالبا کو کسی باشن نباشن، طالبا کو مردمشون با برق و با کار تامین دارن. فهمو؟ نه اینکه رنگ شیطانی واقعی میلیون ها دلار طالبا به برق میفروشد، طالبای تروریست میشمارد، با کتی اونا داد و گریفت دارد. این در کجا نوشتگی؟ تاجیکستان گوش کن، تاجیکستان همه چی داره، ما حقوق انسان داریم. شما حقوق انسان ندارین. ما سطح اگر حقوق انسان داشتین مردکا در کم جاها برآمده از حق و حلالشان کار طلب کردن، اونها کافت و کاف نمیدادین شما. تو در کدام دولتی تو در کدام دولتی؟ ما تحلیل تا بگم تو در کدام دولتی؟ ما همین یک قدم مونم پیش تو میگذارم. فهمو؟ تو بوزی میپرسی من در کجایم؟ تو در افغان مالش تو گوش کن، تو در همین اروپا در کجای بچه یک ذره خریدی، تو یک خریده که 5 خوش گوش کن مرا، گوش کن بار دیگر تکرارم. زن داری؟ بیا قسم میخوریم اگر من زر خرید باشم. من همه چی دارم، من خدا باشه. خوش زنم 3 طلاق تو زر خرید گو. تو 350 من شما برای هر چی گپای تو نامر برای تو لحاظ نداری. تو سخن من چه قسم نمیخورم. انشاءالله تو زر خریدی تو گوه خوردی. زر خرید امام خودتو که خر تجاوز کن که در آمد و 150,000 تاجیک کشت تا امروز ولست شکست نمیتیم. نه که ما کوزش میمونیم، حتما با یراق اصلی ما اینا یک بار میکنیم کرخوکا. در تاجیکستان سال 92-93 با تانک و توپی بیگانه ها مردم کشت. 92-93 گوش کن. چی با 92-93
92 93 جناب عالی نبود. 92 93 انمون پلیدها همفکرها انمون حزب نصحت انمون اعضای پیروی که شما بوده که همین فکر کردید 92 93 انمی کدام شما کشتید. انمی سبب شد بعضی تاجیکای با اورو بانون برای نموز رنگ جناب عالی رئیس شورا تعیین شد صلح آورد. ای بچه صلح کتی کی صلح آورد؟ کتی کی؟ با کی صلح کرد؟ انمی با کی صلح میکرد تو جناب عالی؟ با کی کرد کنی گفت زمان فهمم؟ کی؟ نامش چی؟ کی نام دارد؟ نام دارد کی؟ کتی کی صلح کرد پرخو که رحمانوف؟ با نهضتی ها؟ با نهضتی ها صلح کرد؟ چرا عهدش شکست؟ چرا بعد صلح عهدش شکست؟ 1000 نهضتی پس پنجره کرد کشت. چرا؟ برای اون که فریب کرد این زنگری زن فاحشه دختر فاحشه. فهمیدی؟ درونی هیچ کس افلاس نبود. رحمانوف پرخوک با همون حوزه آدمایی که در بدر شدگیان کو در حزب خلقی دموکراتی است در بدر شدگیان کو مردمی تاجیکا در پیش چشم مادر و خواهراشون زناشون رو تجاوز کردن. دیدیم ما چه زوریم، ما زناتون رو تجاوز داریم. این فراموش نشده است. روزی کوز ماندن پرخوک رحمانوف نزدیک است. مطمئن باش تمام مردم رحمانوف با فرمان رحمانوف تجاوز کردند. مردم خوجند اون سال برآمد گفت که اینا باید تجاوز کرد خون اینا دیگر شود. گوه خود است پرخوک رحمانوف که خون ما دیگر شود. ما خون ما تاجیک است باید خون رحمانوف حرامی دیگر شود. فهمیدی؟ دور کشیدن در کو ما اگه بجا کیا دور کشیدن کو ما پرخوک رحمانوف به دار می آوازیم. مطمئن باش پرخوک رحمانوف ما به دار می آوازیم. خیانتکار دشمنی ملت تمام تاجیکستان خاص کرده گرفته است اولادی کرده است. باز چی میفوره تو با باز چی میفوره تو با با انمی جناب عالی با بخشید انمی خیلی مردم باش بخشید. جناب عالی فرزندش والله نمیبخشد. فرزند خودش را نمیبخشد. آدمی که به خاطر نفس حرامش حکمرانی میکند و آدم فرزندش برای هم ندارد. رحمانوف هم کسا نبخشیده است. این گپا دروغ است. خداوند کافری ان شاء الله تو جا دوزخ هست. کافر والله بالله تعالی پرخوک رحمانوف است. فهمیدی؟ انشالله بله انشالله کافری مطلق است رحمانوف. در امان زنده باشیم در امین بری رهبر دولت باشیم انشالله. این حرامزاده در طول 35 سال برای ما هیچ کار نکرد. فقط مردم کردم اسفالت مردم کرد پول مهاجرت به مردم فرستاد بازارهای مردم آتش زد اولادش به تقسیم کرد به خاطر نفس حرامش. همین است پیشروی پرخوک رحمانوف. همه چی برای منفعت خدمت دولت کرده جناب. دولت نیست تاجیکستان با یک اولاد حرامزاده است. ما دولت برپا میکنیم بعد یراق و اصلی اکدی کوز موندنش. فهمیدی؟ تو حرام شما خودی ساعت ها گپ زنید گپ تو گوش کن رقم چی گپ میزنی؟ نفهمیدم. رحمانوف تاجیکستان خانوادگی کرد. فهمیدی؟ ما میخوایم که مردمی کنیم. خوب کرده آش شود. برای چی؟ مردم چیکار کنن؟ مردم چیکار کنن؟ کجا روان؟ کجا روان مردم؟ کجا کار کنن؟ تو چی خدمت کرد؟ 150,000 تاجیک کش بستر قدرت آمد. امروز گوش کن 400 مغول منغیت در گردش قطع عزیزم ما چخر آنهای وای دارد حمایت دارد. دست تو پاشون لرزیدوسه دست تو پا لرزیدوست تو خود از دست پا لرزیدوست. فهمیدی؟ از ترس کنتا برای اونکه روزای نزدیک ما دونگتا میمونیم. فهمیدی؟ مطمئن باش. گوش کن چراغ ظلم ظالم تا دمی مشهد نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد. این پرخوک 200 مرد جنگی به 100,000 ما کوزش میمونیم. مطمئن باش. فهمیدی؟ مطمئن باش زن و مادر و خواهر و دخترتان نجات میدیم از تک پای پرخوک رحمانوف. گوه تو خوردی پدری من با نرست تو حرامزاده پدر لعنت تو میباشی. پدر لعنت تو و رحمانوفی خر تجاوز کن است. فهمیدی؟
حالا کوفته برایم تو هم یکون خر تجاوز کن رنگ هوا هستی یک حرامزادوش پیدا کردیم کدی نه شخصیت من برای جناب علی برنده را جناب علی ما را شیک کرده و اینا باشد سر 500,000 10 میلیون توجیکت زدر خورونده پوشندگی هست فهمیدی تو میرا چو کردگی سبحان الله چیکار کردگی کی خورونده پوشندگی 10 میلیون توجیکت خورونده پوشنده است 30 سال شد سبحان الله اگوجو کانی کار چرا مردم 4 میلیون در روسیه کدام پول کتی خورونده است تو شرم نمیکنی تو از الله شرم نمیکنی دروغ میگویی آشکار که رحمانوف ده با گوش کن ما 10 میلیون نیستیم ما 8.5 میلیون هستیم 1.5 میلیون اون پرخر اون پرسک دروغ نویسته که دیگه دولت ها با پول گیرد زر خرید رحمانوف است فهمیدی؟ ازبکستان مهاجر دارد یک تا نه مهاجرش دینا برامدن تحقیر کردن تمام حکومت ازبکستان کافتاس وکی مهاجر رب روس گفته اونا صاحب دارن من برادری تو نیستم هر انسانی که مردمی تاجیک ظلم میکنه دو یک پرخوک حرامزادی کافر مطلق پشتیبانی میکنه و برادری من نیست برادرای من مردم شریفی تاجیک هستند فهمیدی مغول و منغیت گوش کن مغول و منغیت برادری من نیستن آنها خائن ملت دشمن ملت تاجیک هستند مغول و منغیت کیست رحمانوف و 400 منغیتی تروریستی تاجیکوشی اطرافش مطمئن باش تو سوالی من به جواب ندادی برای چیش 600 نفره که تابوتای ارائه کردن پرخر رحمانوف همدردی نکرد مردمش برای چی من با طرفدارای رحمانوف حال این گپا کمه حال حقارت و دشنام تو انتظار باش در روسیه برای اینکه کشتن ما به صاحب هستیم پرخوک رحمانوف خاموش است مردم کشتن روسا کشتن یک آذربایجان سال 2010 کشتن گرفته گرگردی مسکو جمع گشتن با من بعد 25 سال 2 کس کشتن قریب کوزشان موندن آذربایجانیا رم خاله های امنیتی آذربایجان لیسن آدم و عالم شوین فهمیدی نومرد نشین که گپ دروغ نگی برای چی گوش کن برای چی 30 سال پیش سوار من قریب زیاده از احمد شلو 200-300 نفر در اصل یگون کم مردش نآوردن برای آنکه خایلیسای رحمانوف همه میشناسد اونها رو هیچکس خورده نیست خایلیسی پیش تو میباشی در پگانات خر فلان کنه فهمیدی ما کرشم بلیسه میارزه افضل شای دویم آواز رفته زن وطنان عزیز افضل شای تو به چیه میارزد خویاشم بخری میارزه خیلی برای خدمت دیگر من تو به گپ ندارم ده شب ملت از مردمی سربلند تاجیک فهمیدین خوله هاشو فلانش میگوید ما میخوریم میارزد میگوید انا این سگ رحمانوف کتی من گپ زدم انشالله امید دارم که ضریدهای منم کم ماند پخش مستقیم سخرین میشه انشالله